سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ. در خدمت شما هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز میخوام این مدل از اسپرسو ساس‌های خونگی رو براتون توضیح بدم. ممکنه با برندهای مختلفی با این فیس تو بازار دیده باشین، نووا یا میواشی یا حتی دسنی هم شبیه به همین مدل رو داره، ولی بخش‌های داخلی و مکانیزم همشون شبیه به هم هستش که تو این ویدیو با بخش‌های داخلی مکانیزمش آشنا میشیم. همچنین نحوه راه اندازی، نگهداری و جرمگیریش هم مختصر براتون توضیح میدم. دقت داشته باشین که این ویدیو صرفاً جهت آشنایی با دستگاه هستش. تبلیغ فروش، تایید یا رد هیچ مدل از این دستگاه هم نیستش. طبق روال ویدیوهای قبلی اگر پیج و کانال ما رو دنبال کرده باشیم، ویدیوهای شبیه به این رو سعی می‌کنیم هر هفته حداقل یه دونه براتون بذاریم. به این صورت هست که دستگاه رو از سمت آب ورودی بررسی میکنیم و میرسیم به قسمت‌های خروجی. این مدل هم همونطور که میبینید تانکرش پشت دستگاه هست. از طریق این پمپ آب شما رو قطعاتی شبیه به این نداره. یه پمپ 15 بار داره و قطعه‌ای که تو بیشتر این مدل ها ازش استفاده میشه شیر تنظیم فشار یا شیر یه طرفه یا اسمایی که مختلفی که ممکنه تو بازار ازش اسم ببرن، کارش اینه که از برگشت آب از سمت بخار جلوگیری میکنه. همچنین یه شیلنگ دیگه هم سمت انتهاش وجود داره که فشار مازاد اگر مسیر مسدود باشه یا در حال عصاری گیری باشین از اوور شدن پمپ جلوگیری میکنه، بخشی از فشار رو تخلیه میکنه، برمیگردونه توی تانکر آب که همونطور که می‌بینید شیلنگش توی این بخش هستش. آب از طریق شیلنگ سیلیکون وارد بویلر میشه. بویلر این مدل هم فنجونی هستش. بویلرهای فنجونی قبلا براتون در رابطه با بویلرها ویدیو کاملی گذاشتم. بویلرهای فنجونی مزیت‌ها و معایب خودش رو داره. مزیتش اینه که به خاطر اینکه به پودر و پورتافیلتر نزدیک هستش، معمولا قهوه اول و دوم دمای خیلی خوبی داره، اما قهوه بعدی دیگه کم کم دماش افت میکنه، چون آب جدید با آب قبلی ترکیب میشه. داخلش مثل فنجون فضای خالی زیادی هستش. ایرادش هم همینطور به این صورته که بعد از یکی دو تا قهوه پشت سر هم که بگیرین کم کم دما افت میکنه، المنت فرصت نمیکنه همه رو گرم بکنه، ممکنه نصف قهوه داغ باشه نصفش سرد باشه. از طرف دیگه به خاطر وجود فضای زیاد رسوب به مرور زمان مثل کتری داخلش جمع میشه و به یک باره دستگاه قفل میکنه. به خاطر همین توصیه‌مون اینه که منتظر نباشیم دستگاه مسیراش کیپ بشه، به زود جرمگیری رو انجام بدیم. این ورودی دستگاه از پایین. بویلرهای فنجونی دو تا خروجی دارن. یه خروجیش مستقیم از وسط از داخل بویلر خارج میشه برای عصاری گیری و سمت هد گروپ هست که داخلش سوپاپ و شاور هم وجود داره که از این سمت میتونید باز بکنید و تمیزش بکنید. یه خروجی دیگه هم داره که معمولا از سقفش هست. به این صورت میبینید با یه شیلنگ میاد و وارد شیر استیموند میشه، شیر تقسیم میشه به این شکل. همونطور که یه شیر اینچنینی اینجا داره که میاد و به کمک این شیر با یه شیلنگ دیگه آب هدایت میشه سمت استیموند. اگر شیر بسته باشه و شما عصاری گیری بکنید، آب وارد بویلر میشه، چون این سمت مسیر مسدود هست، فشار میره بالا. فنر و سوپاپی که این بخش هست از 9 بار 10 بار که فشار رد بشه مسیر رو باز میکنه، آب از این سمت خارج میشه. اما اگر شیر باز باشه، به محض اینکه آب از این ور وارد بشه از این سمت هم دوباره خارج میشه و میتونید از دستگاهتون آب جوش بگیرید. مسیر آب جوش و بخار دقیقا یکی هستش. شما زمانی که این کلید رو حالت آب جوش باشه، شیر رو باز بکنید از این سمت بهتون آب جوش میده. اگر رو حالت بخار باشه و سلکتور رو بچرخونید رو حالت بخار، از این سمت بهتون بخار میده. مکانیزمش به همین صورتی که گفتم خیلی ساده هستش. این لوله کشی آب بود. سیستم مدیریت دما و فرمانش هم کاملا مکانیکی، برد توی دستگاه استفاده نشده. چند تا کلید داره و به کمک سیم کشی و دو تا ترموستات دمای آب جوش و دمای بخار رو مدیریت میکنه. یکیش برای آب جوش یا عصاره گیری هستش، یه ترموستات هم برای بخار هست. معمولا ترموستات مربوط به آب جوش و عصاره گیری میتونه از 85 تا
95 حتی 105 درجه هم باشه. هرچی دماش بالاتر باشه عصاره داغتری بهتون میده. بعضا قابل تعویض هست، شما میتونید ترموستات رو عوض بکنید، دمای نوشیدنیتون رو بین 85 تا 105 درجه تغییر بدید. ترموستات استیم هم به همین صورت هست، استاندارد خودش 135 درجه هست ولی بعضا 125 یا 145 هم روش میذارن که دما اگر بالا باشه معمولا بخار خیلی پرقدرت تری بهتون میده. خب سیم کشیش به همین صورتی که گفتم زیاد پیچیده نیست، مدار نسبتا ساده‌ای داره، یک کلید روشن خاموش، یه سلکتور بخار یا عصاره گیری و دکمه آب جوش و بخار هست. همونطور که می‌بینید یه کلید هم آورده روی قسمت شیر استیم وند گذاشته که شما اگر شیر رو باز بکنید خود به خود پمپ میاد توی مدار و دستگاه شروع میکنه به آبگیری. راه اندازی دستگاه هم خیلی راحت هست. به محض اینکه دستگاه رو از کارتون در آوردین اول تانک رو بیارید بیرون. بعضی مواقع ممکنه دستگاه تانکرش حالت کیپی و پلمپ داشته باشه، یه همچین قطعه روش باشه که حتما اونو در بیارین. ممکنه روی تانکر باشه یا قسمت منفذ ورودی دستگاه. حتما این درپوش پلاستیکی رو از روی دستگاه بردارین و تانکر رو بذارین سر جاش. تانکر رو تا ماکسیموم پر آب بکنید، دستگاه رو روشن میکنید، اینم روی حالت آب جوش. شیر رو باز میکنید، دستگاه شروع میکنه به آبگیری کردن به این صورت. من به محض اینکه شیر رو باز کنم دستگاه شروع میکنه به آبگیری. ظرف 1 یا نهایت 2 دقیقه شما باید بتونید از اینجا آبگیری بکنید. اگر دیدین هیچ آبی خارج نشد دستگاه رو خاموش بکنید، نیم ساعت 1 ساعت بعد مجددا این امتحان بکنید تا دستگاه راه اندازی بشه. حتما 1 لیوان از دستگاه آب بگیرید بعد برید سمت عصاره گیری. خب دستگاه که راه اندازی شد، کار کردن با دستگاه هم راحت هست. اگه اولین بارتون با اینجور دستگاه کار میکنید بهتره که پودر زیاد خرید نکنید، یه مقدار پورتافیلترتون رو با خودتون ببرین، به فروشنده نشون بدین، یه مقدار ازش پودر تهیه بکنید بیارید، چند بار تست انجام بدین، مقدار تمپش، ریزی درشتی پودر یا حجمش رو چند بار آزمون خطا انجام بدین تا به اون عصاره مطلوب برسین. بعد دیگه حجم بیشتر سفارش بدین، چون ممکنه با ترکیبات مختلف قهوه رو بپسندین کاملا ذائقه‌ای هستش. یکی میگه عربیکا دوست دارم، یکی ممکنه بگه روبستا یا ترکیبی از اینا که بستگی داره به ذائقه و سلیقتون. خب این شد راه اندازی دستگاه. عصاره گیریش هم همونطور که این علامت کاپ داره. من اگه اینو بچرخونم این سمت دستگاه شروع میکنه به عصاره گیری کردن. اگرم بخوام بخار بگیرم برای گرفتن نوشیدنی این دکمه رو میذارم این سمت و سلکتور رو میذارم اونور، منتظر میشم این چراغ روشن بشه. به محض اینکه چراغ روشن شد شیر رو باز میکنم و دستگاه شروع میکنه بهم بخار میده. کارم که تمام شد برمیگردونم تو حالت قبلی. باز بهتره که بعد از اینکه از قسمت بخار و فوم شیر استفاده کردیم با یه لیوان دیگه توی این حالت یه مقدار آب جوش بگیریم که مسیر کاملا شسته بشه. این بخشم میاد بیرون، قسمت فلزیه میاد بیرون، بیارید بیرون کاملا بشورین، تمیز بکنین. این ورم کارتون تموم شد عصاره گیریتون. پورتافیلتر رو حتما بشورین، ببندین سر جاش، یه مقدار ازش آب خالی بگیرین تا کاملا شسته بشه. سقفش هم با مسواک‌های مخصوص همیشه تمیز کنید، نذارید بمونه. معمولا دلایل خرابی اینجور دستگاه‌ها مسدود شدن این بخش یا این بخش هست که پمپش قویه، مسیر مسدود میشه، نمیتونه آب خالی کنه، بعد دستگاه رو نشتی پیدا میکنه. به خاطر همین توی نگهداری این موارد روزانه حتما دقت بکنید. یه نگهداری هم داره، نگهداری دوره‌ای هست که 2 یا 3 ماه یک بار حتما باید انجام بشه و جرمگیری هستش اصطلاحاً. جرمگیری این دستگاه هم زیاد کار سختی نیست، به این صورتی که بهتون میگم انجام میده. اول محلول مناسب دستگاهتون رو تهیه بکنید. محلول مناسب و پیشنهادی ما محلول یونیورسال آبی هست. 5-6 سالی که توی کارگاه داریم ازش استفاده میکنیم، نتیجه خوبی ازش گرفتیم، قیمت مناسبی داره، به صورت آنلاین هم قابل سفارش و تهیه هستش. برای 5 بار هم میتونید استفاده بکنید، روش هم علامت داره، هر دفعه 1/5 رو با 1 لیتر آب میتونید استفاده بکنید. برای شروع جرمگیری تانکر رو تقریبا تا نصف از آب پر میکنید، 1/5 از این محلول رو بهش اضافه میکنید، طی 30 تا 40 دقیقه شروع میکنید از دستگاه آبگیری کردن.
بهتون نشون دادم بخشای داخلیشو. بویلرش به این صورت حالت فنجونی هستش، فضای زیادی داره. شما 1/3 لیوان از دستگاه آب میگیرین، بعد شروع میکنین به یه مقدار از این سمت، 1/3 لیوان از این سمت، 4-5 ثانیه از این ور آب میگیرین، 4-5 دقیقه مکس. یه مقدار 7-8 ثانیه دوباره از این سمت، چند دقیقه مکس. آروم آروم از دو طرف آبگیری میکنیم تا محلولمون تموم بشه. طوری برنامه‌ریزی بکنید که محلول داخل تانکر طی 30 تا 40 دقیقه تموم بشه. به آرومی این کار رو انجام بدید که محلول فرصت بکنه رسوبات رو حل بکنه و به آرومی از دستگاهتون خارج بکنه. اگه مدت طولانی از دستگاهتون دارید استفاده میکنید و جرمگیری نکردین، ممکنه رسوب زدایی سخت‌تر باشه، چون اگه خیلی محلولتون غلیظ باشه یه دفعه رسوبات بلند میشه و شیلنگاش هم که دیدین خیلی باریک هست، میاد مسیرها رو کیپ میکنه، حتی خروجی ها رو مسدود میکنه و ایجاد مشکل میکنه. که بهتره که با محلول رقیق ولی مدت زمان طولانی تر، 1 ساعت آروم آروم فرصت بدین که رسوبات به آرومی خارج بشه و محلولتون که تموم شد تانکر رو بیارید بیرون، مخزن آب رو بشورین تا ماکسیموم پر آب بریزین، پر کنید. یک بارم آبکشی رو انجام بدین. آبکشی هم باز دوباره به همین صورت که یه لیوان از این سمت، 1 لیوان از این سمت، لزومی نداره بینش مکس بکنید. 1 لیوان از این سمت میگیرین، 1 لیوان از این سمت تا باقی مونده رسوبات و محلول از دستگاهتون خارج بشه. این سمت هم که بهتون گفتم به این صورت به راحتی شسته میشه. توصیه‌مون اینه که اگه از آب شهری استفاده میکنید 2 یا نهایت 3 ماه یک بار حتما جرمگیری بکنید. نذارید کارتون دستگاه بمونه بعد از 1 سال 2 سال جرمگیریش سخت‌تر میشه، ممکنه حتی رسوب زدایی مسیر رو مسدود نکنه. علائم این که دستگاهتون رسوب گرفته اینه که دستگاه رو وقتی روشن میکنین از این ور قطره قطره شروع میکنه به نشت کردن یا از این سمت قطره قطره نشت میکنه. دلیلش اینه که اون سوپاپ رسوب گرفته دور اطرافش، نمیتونه آب بندی بکنه و اگر سریعا رسوب زدایی بکنید ممکنه این ایراد برطرف بشه. اما اگه ادامه پیدا بکنه دیگه مجبورین دستگاه رو باز بکنید و به صورت دستی رسوب زدایی رو انجام بدید. اگر هم از آب سبک و تصفیه شده استفاده میکنید که سختیش کمتر از 60 یا 70 هست، اون موقع میتونید 4 ماه 5 ماه یا نهایت 6 ماه یک بار جرمگیری رو انجام بدید. و دقت داشته باشین که آب معدنی هم اگه خواستین تهیه بکنین به TDSی که روش نوشته دقت بکنید. حتما معمولا آب معدنی سختیش بیشتر هستش چون معدنی هستش. آبای سبک احتمال رسوب گرفتنش کم هست ولی هیچ وقت صفر نمیشه. خب این هم شد نگهداری دستگاه. اگه در رابطه با تعمیر و رفع اشکال این مدل دستگاه یا تهیه محلول باز براتون سوالی پیش اومد میتونید از طریق کامنت با ما در میون بذارین. پیام ها زیاد هست ولی سعی میکنیم در کوتاه‌ترین زمان بهشون پاسخ بدیم. ممنون که با ما همراه بودید.